صبح 8 ایون نیروهای دفاعی اسرائیل خبر دادند که کشورشان هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است. چند پیش رژیم تروریستی ایران به سمت دولت اسرائیل موشک انداخت. ما به حمایت از آن آماده ایم. نیروی دفاعی اسرائیل به حفظ کشور آمادگی قوی گرفته حاضر است که حمله جوابی راه اندازی کند. ارتش اسرائیل به مردم این کشور دستور داد که در پناهگاه‌ها جایگیر شده منتظر امرهای بعدی باشند. به قول نظامیان اسرائیل تمام موشک‌های ایرانی خنثی شده‌اند، ولی خدمات وضعیت‌های فوق‌العاده اسرائیل نوار پخش نموده گزارش داده است که باقی‌مانده‌های موشک‌های خنثی شده ایرانی به یک منزل زیست در محله یهودی‌نشین ساحل غربی رود اردن اصابت نموده است. خبرنگار رایترز مستقلانه مکان و زمان این نوار را تشخیص نکرده است. در پی حمله ها پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت او در صحبت با سروزیر اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواسته است اسرائیل به حمله های ایرانی جواب ندهد. در همین حال نظامیان اسرائیل تصدیق میکنند که صبح روز دوشنبه نیروهای هوایی این کشور مناطق غربی و مرکزی ایران را به طور گسترده آتشباران کردند. در شبکه ایکس ارتش اسرائیل نوشته است که اخیراً پایگاه‌های دفاعی در سراسر ایران برقرار کرده شدند تا امکانات برهم زده شده رژیم ایران احیا گردند. ضربه ما باعث محو این پایگاه‌ها گردید. به قبل تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ترکش‌ها در تهران، کرج، تبریز و اصفهان به قید گرفته شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید موشکباران اسرائیل هشدار است که دولت یهودی باید حمله ها به جنوب لبنان را قطع کند. ایران بارها تاکید کرده است که سازشش با ایالات متحده آمریکا به حفظ آتشبس در لبنان ارتباط جدی دارد. در ماه مارس اسرائیل به خاک لبنان عبور نمود. ارتش اسرائیل ابراز داشته است تا زمانی که حزب الله شمال اسرائیل را آتشباران می‌کند، عملیات اسرائیل در سراسر لبنان ادامه خواهد کرد. عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران 28 فوریه آغاز یافته بود. 7 اپریل جانب‌های درگیر آتشبس اعلان نمودند. هفته گذشته هم چند حمله پراکنده میان نظامیان ایالات متحده آمریکا و ایران جای داشت.